سلام، من اردلان توسونچی هستم. برای امتحان ریاضی من جزوه رو خوندم و تمرینات کتاب رو حل کردم که 20 شدم. نمرتون چند شد؟ 20. 3. سلام، من پارسا رحیمی هستم و من با گوش دادن به کلاس و خوندن کتاب رشادت 8 ریاضی تونستم نمره 20 بگیرم. سلام، من کیان مهدوی هستم. برای تمرینات کتاب رو حل کردم با کتاب خیلی سخت. چطوری تمرین رو حل می‌کردی؟ سوالا رو می‌نوشتی رو کاغذ یا نه؟ آره، و اون از توی گوگل هم از هر درس یه دونه امتحان فصل حل کردم. از تو گوگل امتحان آره، دانلود کردی؟ آره. نمرت چند شد؟ 19.5. و اما میرسیم به قهرمان پیشرفت کلاس، آقای سلام، نشاط. من زندار نشاط مفیدی هستم. با گوش کردن به کلاس و همچنین کتاب رشادت خیلی سبز و خیلی سبز تونستم نمره 18. سلام، من آریا عربی. فقط جمعه درس خوندم و چهارشنبه و پنجشنبه کلا درس خوندم. کلا من رو شب امتحان درس میخونم و چند ساعت؟ 2 ساعت فکر کنم کمتر. چیا رو خوندی؟ فقط فصل 2 و 3 اصلا یکو نخوندم. یکو قبلا بلد بودی؟ یکو قبلا بلد نبودم. پس چطور نمرت 19.5 شد؟ چون فقط یه سوال فقط از فصل 1 اومده بود و همونو من به درستی تقریبا جواب دادم و دیگه تونستم نمره 19 شفیعی هستم. با نمره 19.5 من اول جزوه رو کامل خوندم و بعدش هم رفتم تست دادم و PDF دانلود کردم و همه سوالا حل. نمره 19.5. سلام، به نام خدا بنیامین سلطانی هستم. کلاس 801 کد ملی 097. روش مطالعه‌ام کتاب ریاضی بود و زیاد درس نخوندم، یه ربع درس خوندم. چند شدی؟ 19 شدی. چند فصل بود؟ 2 فصل. کلا یه ربع درس خوندی؟ بله. یعنی اگه این یه ربع میشد یه ساعت نمره بالاتری بود قطعا. 100%. روش مطالعه چی بود؟ کتاب. فقط کتاب درسی رو خوندی؟ بله. جزوه ها و نمونه سوالای کاربری که میفرستادیم تو گروه چی؟ فقط مرور کردم. مرسی. سلام، این جانب حسام شیروانی. با مطالعه جزوه ها و سوالات 80 سوالی که استاد گذاشته بود تکانا نمره 18 گرفتیم. مرسی. خب آقای عربی با نمره 19.5 در درس ریاضی 8 فصل‌های 1 و 2 3. بفرمایید مطالعه چطوری بود؟ روش مطالعه. من خب گوشیمو با یه اپ قفل کردم، بعد جزوه رو باز کردم، اون سوالایی که داده بودین رو از اوپن بوک حل کردم. فقط کاربری که فرستاده بودم حل کردی؟ هر دو، همون 60 تا سوال فصل 3 هم اون 80 تا سوال. مرسی. در خدمت یکی از دانش آموزای کلاس هستیم که خودشون یه یوتیوبرن و نسل زد یوتیوبرها هستن. نمرت چند شده آیه 18.5. خضری؟ 18.5. چند ساعت مطالعه کردی؟ 1 ساعت. 1 ساعت. چیا رو خوندی؟ فقط فصل 3 رو با مطالعه کردم. فصل 1 و 2 پس چی؟ بلد بودی. سلام، من پرهام هجری هستم. من جزوه رو مطالعه کردم و چند تا ویدیو آموزشی دیدم و نمونه سوالای استاد رو حل کردم. نمرت چند شد؟ 19.5. چند ساعت مطالعه کردی؟ خوندم 2 ساعت. پنجشنبه و جمعه رو هم رفته 2 ساعت و نیم؟ نه، هر روزش 2 ساعت. روزی 2 ساعت و نیم؟ پنجشنبه و جمعه. فقط جزوه های منو مطالعه کردی؟ با ویدیو آموزشی. ویدیو آموزشی تو یوتیوب و اینا نگاه کردی؟ ویدیوها رو در مورد تدریس نگاه می‌کردی در مورد حل سوال؟ در مورد تدریس و جزوه نداشتی؟ جزوه رو خوندم، گفتم تدریسش هم نگاه کنم که یکم اگه مشکل دارم حلش. مرسی.